به نام خدا، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دانشجویان گرامی. جلسه 13 از شیمی عمومی 2 رو در خدمتتون هستیم. فصل 3 رو میخوایم شروع کنیم تا فصل 2 که برای امتحان میان ترم بود. انشالله فصل 3 به بعد رو میذاریم به عنوان امتحان پایان ترم. فصل 3 ادامه تقریبا از فصل 2 هست. در مورد تعادل های یونی میخواد صحبت کنه، به خاطر همینم نوشتیم که عنوان فصل رو نوشتیم تعادل یونی قسمت دوم. اگه یادتون باشه توی فصل دوم در مورد تعادل‌ها که صحبت میکردیم محلول بودن. میگفتیم حالا این محلوله با یونهاش در حال تعادل هست. مثلا اسیدهای ضعیف یا بازهای ضعیف با یونهاشون در حال تعادل بودن، بنابراین میتونستیم براشون ثابت تعادل در نظر بگیریم. همچنین آلفا که درجه تفکیک یا درصد تفکیک بوده رو هم میتونستیم در نظر بگیریم. اما تو این فصل میایم در مورد رسوب ها میخوایم صحبت کنیم و تعادل این رسوب ها با یون هایی که انحلال پیدا میکنن. حالا در موردش توضیح میدیم و بعد میریم انشالله مثال های مختلفی با هم حل میکنیم. خب سیستم های ناهمگن سیستم هایی که در آنها جامدات کم محلول با یون های سازنده خودشون در حال تعادل هستند، به اینا میگن سیستم های ناهمگن. یعنی خیلی کم توی آب حل میشن. مثلا AgCl یه ماده ای هست که نقره کلورید، ماده ای هست که خیلی خیلی کم توی آب حل میشه. اگه یه مقدار زیادتر از حدی که توی آب حل میشه رو ما اضافه کنیم به آب، به صورت جامد باقی میمونه. پس میتونیم بگیم که جامد AgCl یا رسوب AgCl توی آب میتونه یه مقدار خیلی کم به یونهاش تبدیل بشه، اما بیشتر به صورت خود AgCl مولکولی که یعنی رسوب هست و حل نشده توی محلولمون باقی میمونه. خب حالا حاصل ضرب انحلال پذیری به چی میگن؟ زمانی که سرعت انحلال یونها برابر سرعت رسوب کردن یونها باشد، یک محلول سیر شده به وجود می آید و تعادل حاصل می شود. ثابت این تعادل را حاصل ضرب انحلال پذیری یا همون KSP می نامند. خب پس زمانی ما میتونیم حاصل ضرب انحلال پذیری یا KSP رو برای یه دونه از این رسوب ها بنویسیم که این رسوب ها با یون هاشون در حال تعادل باشن. تعادل هم منظور چیه؟ همینطور که بالا گفتیم، همون میزانی که آجی مثبت و Cl منفی به همدیگه حالا متصل میشن و با AgCl تبدیل میشن، به همون اندازه هم AgCl به این دوتا یون تبدیل بشه. یعنی سرعت واکنش رفت با سرعت واکنش برگشت با هم برابر باشه که این یون ها و رسوبشون بتونن با همدیگه تبدیل بشن. خب ما در این حالت میتونیم براش کا بنویسیم. کا هم شبیه به همون فصل 2 که می نوشتیم، میگفتیم آجی مثبت در Cl منفی به روی AgCl. اما خب چون اینجا AgCl جامد هست دیگه، محلول نیست یا مثلا اسید نیست که مایع باشه، چون جامد هست میتونیم بگیم که غلظتش ثابته. بنابراین دیگه براش می نویسیم غلظت KSP. KSP یعنی کایه، یعنی اون تعادل یا ثابت تعادلی که در حالت سالید فیز یا همون فاز جامد. درسته؟ پس برای این بنویسیم کا، به جاش براش بنویسیم KSP. پس یکم کاش با اون کایی که ما توی فصل 2 می نوشتیم متفاوت هست. درسته؟ ما برای کایی که تو اونجا می نوشتیم یونها رو صورت می ذاشتیم، مخرجمون رو اون حالا ماده‌ای که حالا اسید ضعیف یا باز ضعیف بود می ذاشتیم. اما اینجا ما دیگه این ماده، چون توی همه موارد حالا تعادل‌های یونی که میخونیم اینجا همش جامد هستن، دیگه ما این رو مخرج نمی‌نویسیم، می‌نویسیم KSP که مشخص کنه حالا مربوط به این قسمت فصل 3 هست، برابر است با یون ها رو می‌نویسیم آجی مثبت در Cl منفی. تفاوتش با اون فصل 2. خب KSP هم مثل کا در دمای مرجع یا 25 درجه سانتیگراد معمولا بیانش میکنن، زیرا با تغییر دما KSP نیز تغییر میکنه. همونطور که ما توی کا این صحبت رو کردیم، اینجا هم میتونیم در مورد KSP
این صحبت رو در مورد دما بکنیم. خب مقدار عددی KSP یک نمک را می توان از روی انحلال پذیری مولی آن نمک پیدا کرد. خب شروع کنیم به مثال حل کردن. همین جمله هم که بالا نوشتم توی این مثاله حالا راحت میتونیم بهش برسیم. گفته در 25 درجه سانتیگراد مقدار این مقدار گرم نقره کلورید یعنی AgCl رو داده بهتون. اینقدر گرم نقره کلورید در 1 لیتر آب حل می شود. خب نگاه کنید وقتی میگه اینقدر نقره کلورید حل میشه یعنی اینکه این مقدار نقره کلورید تبدیل میشه به یونهاش، به آجی مثبت و Cl منفی. خب گرم هم داده. خب KSP نقره کلورید رو مشخص کنید. جرم مولیش هم داده، جرم مولی AgCl رو داده 143 گرم بر مول. خب اول اینکه به من گرم داده، من توی تعادلا فقط و فقط مولار میذارم، درسته؟ دقیقا مثل فصل 2 که خوندیم. خب من اولین کاری که میکنم بیام گرم رو به مول تبدیل کنم. میگم که مول AgCl، خود AgCl رو میگم، میشه این مقدار گرم، حالا خوش گفته این مقدار گرم داری، ضربه داره یه ضریب تبدیل مینویسم، میگم 143 گرمش 1 موله. پس مول AgCl به دست میاد. خب الان که مولش به دست اومد خودش گفته توی 1 لیتر، درسته؟ پس میشه مول بر لیتر یا همون مولار. اگه مثلا این لیتر رو 1 نداده بود، 2 داده بود، 3 داده بود، ما حتما این مقدار مول رو تقسیم بر اون لیتری از آبی که بهمون داده میکردیم که مول بر 1 دونه لیتر یا مول بر لیتر یا مولار به دست بیاد. اما اینجا چون توی 1 لیتر بوده دیگه من همین مول رو مولار میگیرم، درسته؟ خب این میشه AgCl که چی شده؟ حل شده. خب وقتی حل میشه مگه به چی تبدیل میشه؟ به آجی مثبت و Cl منفی. پس ما به این صحبتی که اینجا کردیم میرسیم. یه مقدار عددی KSP یک نمک را میتوان از روی انحلال پذیری مولی آن نمک به دست آورد. یعنی هر چقدر گفتن انحلال پذیره یا میگن این مقدارش حل میشه، یعنی این مقدارش به یون تبدیل میشه و همین مقدار رو من میتونم برای KSP مورد استفاده قرار بدم. خب پس اگه این مقدار AgCl حل میشه یعنی همین مقدار آجی مثبت به وجود میاد، همین مقدار هم Cl منفی به وجود میاد. خب چرا دقیقا همین مقدار؟ چون ضریباشون همه 1 هستن. چون ضریب این 1 این هم 1 هست، پس همین مقدار آجی مثبت تولید میشه، همین مقدار هم Cl منفی تولید میشه. خب حالا مثالای بعدی ضریبای دیگه هم آوردیم که بتونیم حالا توی مسئله ان شاءالله میاریم آشنا میشید. خب پس من غلظت این دو رو به دست آوردم. KSP هم که قبلا فرمولش رو گفته بودم، میشه غلظت آجی مثبت در غلظت Cl منفی. یعنی این دو تا عدد رو که شبیه به هم هستن در هم ضرب کنیم. حالا من به توان 2 رسوندم، یکی از اعداد رو گذاشتم به توان 2 رسوندم، بعد جوابش میشه 1.7 ضرب در 10 به توان منفی 10. پس تونستیم این مثال رو حل کنیم. پس اگه من بگه این مقدار AgCl حل میشه یعنی این مقدار چی به وجود میاد؟ همون یونهاش به وجود میاد. خب حالا بریم سراغ مواردی که KSP مون یکم متفاوت میشه. مثلا من 2 مورد مثال میزنم، بعد حالا مثالی که مسئله هست رو با هم دیگه در این مورد حل میکنیم. مثلا به شما میگن MgOH 2 مرتبه رو براش KSP بنویس. خب شما اولین کاری که میکنید اینه که اینو باید تجزیه کنید. یعنی MgOH 2 مرتبه وقتی توی آب انحلال پیدا میکنه، حتی یه مقدار کم که ما رفت و برگشتی هم براش کشیدیم، بگید به چی تبدیل میشه؟ خب مشخصه دیگه، به Mg 2 بار مثبت و 2 تا OH منفی، درسته؟ همونی که گفتم ضریب ممکنه داشته باشه اینجاست. ما توی فصل 2 هیچ وقت ضریب دار نخوندیم، همه رو سعی کردیم تک پروتونی به شما بدیم. مثلا توی اسیدها و بازها به شما تک پروتونی میدادیم که حالا مشکلی نداشته باشید که بخواید حالا ضریب داشته باشید که توی فرمول کا بخواید استفادهش کنید. اما اینجا ما نیاز داریم به این موارد، یعنی راحت باید مثالای این قسمت رو هم بتونیم حل کنیم. پس
هر نمکی که به شما دادن گفتن حالا توی آب میخوایم حل کنیم، KSPH رو بنویسید. اولین کاری که میکنید تجزیهش میکنید، میشه Mg دوبار مثبت به اضافه 2 تا OH منفی. حالا KSP که بخواید بنویسید میشه چی؟ Mg دوبار مثبت غلظت Mg با دوبار مثبت در غلظت OH منفی به توان 2. پس هر چیزی رو اینجا شما ضریب گذاشتید باید حتما توی KSP به صورت توان درش بیارید. درسته؟ خب مثلا یه مثال دیگه هم مثل Bi2S3. درسته؟ خب این رو هم گفتن KSPش رو بنویسید. پس ما میایم چیکار می‌کنیم؟ اول تفکیکش انجام میدیم. خب چند تا Bi داریم؟ 2 تا Bi 3 بار مثبت. خب میدونیم دیگه Bi 3 بار مثبت بوده. حالا اگه یادتونم رفته باشه پیوندهای یونی اینجوری که Bi 3 بار مثبت بوده، 3 شو داده به بغل دستیش، اس هم 2 بار منفی بوده، 2 رو داده به Bi. درسته؟ پس من از اینجا متوجه میشم حالا چند بار مثبت یا منفی هستن. خب 2 تا Bi 3 بار مثبت به اضافه 3 تا S 2 بار منفی. شما مهمترین کاری که باید بکنید اینه که ضریبا رو اشتباه نذارید. خوش مشخصه دیگه، این 2 تا Bi داره، پس 2 تا Bi 3 بار مثبت و اینم که 3 تا S داره که میشه 3 تا S 2 بار منفی. خب برای KSP چیکار میکنید؟ KSP برابر است با Bi 3 بار مثبت به توان 2 چون ضریبش 2 در S 2 بار منفی به توان 3 چون که ضریبش 3 هست. پس خلاصه مطلب این هست که زمانی که شما حالا ترکیباتی دارید که میخواید KSPش رو بنویسید و ضریب دارن، به جز یک ضریب دارن، حتما اونو باید به عنوان توان در نظر بگیرید. خب بریم یه مثال حل کنیم. در 25 درجه سانتیگراد این مقدار مول نقره کرومات در 1 لیتر آب حل می شود. خب اینو کارتون رو راحت کرده، چون مول رو بهتون داده توی 1 لیتر همون مولار هست دیگه. پس گفته در این 25 درجه سانتیگراد اینقدر مولار نقره کرومات در آب حل شده. وقتی میگه حل شده یعنی تبدیل شده به یونهاش. درسته؟ خب پس من اینو لازم نیست دستکاری کنم، خودش مولار انگار بهم داده. حالا گفته KSP Ag2CrO4 یا همون نقره کرومات رو مشخص کن. خب من اولی کاری که میکنم نقره کرومات رو باید به یونهاش تبدیل کنم. حتما هم رفت و برگشت میذارم، چون میدونم چون به من گفته KSP رو مشخص کن یعنی این بسیار کم محلوله توی آب. درسته؟ پس واکنش برگشت پذیر یا تعادلیه. خب میشه 2 تا آجی مثبت به اضافه CrO4 2 بار منفی. CrO4 که میدونید جزء کرومات بهش میگن، جزء این آنیون های چند اتمیه. یعنی فکر نکنید این 4 حالا مال آجی بوده، پس چون رو کامل خوندید، حالا من نمیخوام دیگه وارد جزئیات بشم. پس CrO4 2 بار منفی خودش جزء آنیون های چند اتمی هست. خب پس 2 تا آجی بهم داد انگار و یه دونه CrO4 2 بار منفی. خب اینجا رو خوب دقت کنید. وقتی میگه نقره کرومات این قدرش حل میشه، مولارش رو بهم داده، خب این ضریبش 1 هست دیگه. پس مولارش شبیه به مولار این میشه که ضریبش 1. پس همین عدد مولار رو برای CrO4 2 بار منفی می‌نویسم 7 تا 8 ضرب در 10 به توان منفی 5. اما برای آجی اینو نمیتونم بنویسم چون ضریبش 2. پس وقتی میخوام عددش رو بنویسم میگم 2 ضرب در این عدد، پس 2 برابر میشه غلظت آجی مثبتم. اینو خیلی دقت کنید، چون تو مثالای قبلی ما ضریب نداشتیم، میگفتیم هرچی این حل بشه به این و این تبدیل میشه، یعنی دوتاشون هم مثل هم بودن. اما نگاه کنید اینجا ما یکیشو ضریب داریم، پس اگه ضریبش 3 بود 4 بود هر ضریبی داشت شما حتما در اون مقداری که به شما میده باید ضربش کنید. درسته؟ پس نقره کرومات خودش چون ضریبش 1 مثل شبیه به این میشه، یعنی دقیقاً این همون مولاری رو داره که نقره کرومات داره. اما برای آجی چون ضریب 2 داره همین عدد رو در عدد 2 ضرب میکنم و میگم این میشه غلظت آجی مثبت. خب حالا برم KSP رو بنویسم. خب زمانی که میخوام فرمول KSP بنویسم اصلا کاری به این پایینی ها فعلا ندارم، فقط میخوام از رو این فرمول KSP بنویسم اینجوری که یادتون دادم. پس میشه آجی مثبت به توان 2 ضرب در CrO4 2 بار منفی، شبیه به همینایی که به شما گفتم هر چی ضریب داره میره چی توی توانش قرار میگیره. خب الان خود آجی مثبت که میخوام اینجا بذارم خودش 2 ضرب در 7 تا 8 ضرب در 10 به توان منفی 5، یعنی اینجا غلظت آجی مثبت میذارم 1 و 56 ضرب در 10 به توان منفی 4، یعنی دقیقاً اینو به دست میارم و میذارم جای آجی مثبت و بعد به توان 2 میرسونمش.
خب غلظت 34 دوبار منفی هم که زیرش نوشتم 7 تا 8 دهم ضرب در 10 به توان منفی 5. خب اینا رو در هم ضرب میکنم، جوابم میشه حدوداً 1 و 9 دهم ضرب در 10 به توان منفی 12. پس یه نکته رو لطفاً دقت کنید، هم زمانی که شما ضریب دارید هم مقدارتون ضرب در 2 میشه، یعنی مقداری که دارید، حالا چون ضریبش 2 دارم میگم 2، هم در این ضریب ضرب میشه مقدار، هم زمانی که دارید KSP می نویسید به توان یه عددی که مثلا اینجا حالا ضریبش هست قرار میگیره. پس من وقتی که ضریب داشته باشم دو جای انگار عمل میکنه، هم توی غلظت اثر میذاره و هم زمانی که دارم KSP می نویسم اون غلظت تازه به توان ضریبش هم دوباره رسونده میشه. پس خیلی تاثیر داره روی KSP تون. خب یه مثال دیگه حل کنیم. تا حالا مثالایی که حل میکردیم غلظت این رو میدادیم، حالا غلظت که میگفتیم این مقدار حل میشه، یعنی مقدار مثلا این مقداری که حل میشه میتونید مقدار یونا رو به دست بیارید تو فرمول KSP. حالا عکس این حالت رو تو این مثال میخوام براتون توضیح بدم. زمانی که مثلا KSP رو بهتون میدن و از شما میخوان که شما غلظت اینا رو به دست بیارید. حالا ببینیم این مسئله چجور حل میشه. سوالش رو بخونیم. KSP کلسیم فلورید یا CaF2 در 25 درجه سانتیگراد برابر این مقدار است. پس KSP رو خودش داده، دیگه لازم نیست ما پیدا کنیم. غلظت های CI دوبار مثبت و F منفی را در مرحله سیر شده معین کنید. حالا این قسمت رو که قسمت دوم هست رو بعدش میخونم و حلش میکنم. حالا فعلا قسمت اولش گفته غلظت های CI دوبار مثبت و F منفی را در محلول سیر شده معین کنید. خب یعنی یون ها رو میخواد غلظتش رو مشخص کنه. خب من میگم CaF2 اولین کاری که میکنم میام و تفکیکش میکنم، میشه CA دوبار مثبت 2 تا F منفی. درسته؟ خب حالا این اگه X به صورت X یعنی X مقدارش انحلال پیدا کنه، چه مقدار از اینا به وجود میاد؟ X مقدار از CA دوبار مثبت به وجود میاد و 2X مقدار از F منفی به وجود میاد. خب چرا شد 2؟ چون یه ضریب داشت. پس اونایی که ضریب ندارن میشه همون X، شبیه به هم هستن. اونی که ضریب داره ضریبش رو در اون x ضرب میکنم. پس x تا از این دارم، 2x تا از این f منفی دارم. خب حالا میام فرمول KSP هم مینویسم، کاری به این مقدارا ندارم. میگم فرمول KSP رو از روی این فرمول بخوام بنویسم میشه غلظت CI دوبار مثبت در غلظت F منفی به توان 2. پس یا میام مثلا مینویسن اینجا در غلظت 2F منفی به توان 2. اصلا ما منظورمون 2F نیست. شما خود وقتی قاسی غلظت رو بنویسی اینجا میذاری اون غلظت 2X یا هر مقداری که هست. شما فقط مثل شبیه به حالا همون حالتی که KSP براتون مثال زدم چند تا، شبیه به اون باید فرمول رو بنویسید. پس KSP میشه CI دوبار مثبت در F منفی به توان 2. خب CI دوبار مثبت رو گفتم X، F منفی چی بود؟ غلظتش 2X. خب یه توان 2 هم دارم. پس KSP میشه X رو میذارم ضرب در 4X2. وقتی 2x به توان 2 میرسه هم عددش به توان میرسه هم x. پس عددش که به توان میرسه میشه 4، x هم که به توان میرسه میشه x2. پس کلا میشه 4x3. درسته؟ پس KSP شما برابر 4x3. خب KSP رو خودش عددش رو بهتون داده 3 و 9 دهم ضرب در 10 به توان منفی 11 برابر است با 4x3. خب من مستقیم رفتم x رو به دست آوردم، اما خب اینجا براتون توضیح میدم. x3 میشه طرف معلوم تقسیم بر ضریب مجهول. خب یه عددی به دست میاد برای x به توان 3. توی ماشین حساب ریشه سوم رو میزنید، یعنی همیشه ما ریشه دوم رو میزنیم یا جذر میگیریم. اینجا برای x به توان 3 ریشه سوم رو میزنید و x تون رو به دست میارید. x تون میشه 2 ضرب در 10 به توان منفی 4. لطفا اینا رو با ماشین حساب حتما به دست بیارید که اگه اشکالی داشتید همینجا ما آنلاین که کلاس میذاریم اشکالتون رفع بشه، که نخواهید حالا تلمبار بشه برای امتحان پایان ترمتون.
خب مقدار x به دست، خب x چیه؟ x میشه غلظت CI دوبار مثبت برابر با x. پس غلظت CI دوبار مثبت شما میشه همین مقدار xی که به دست اومد 2.1 ضرب در 10 به توان منفی 4. خب f منفی شما نه، معادل چیه؟ 2x. پس غلظت f منفی میشه 2 تا x، 2 ضرب در همین مقداری که برای x به دست آوردیم. جواب نهایی f منفی میشه 4.2 ضرب در 10 به توان منفی 4. خب چیزی که ازمون خواسته بود غلظت‌های CI دوباره مثبت و f منفی رو ما به دست آوردیم. حالا یه قسمت دوم سوالی هم داره، اون رو هم بخونیم و حلش کنیم. گفته چند گرم کلسیم فلورید در 25 درجه سانتیگراد در 100 میلی لیتر آب حل می شود. درسته؟ خب شما الان مقدار x رو که به دست آوردید به حسب مولار، این همون مقدار CaF2 هم هست. درسته؟ شما فقط این نکته رو باید دقت کنید تا بتونید قسمت 2 رو حل کنید. همونطور که ما توی قبلی ها میگفتیم هر مقداری از CaF2 مثلا یا هر ماده دیگه‌ای انحلال پیدا کنه، همون مقدار از این یون ها به وجود میاد. حالا اونایی که ضریب دارن ضربش میکردیم. الان هم همینو میگم الان ضریب این یکه، ضریب این هم یکه. پس مقداری که برای x به دست آوردم همون مقداری از CaF2 که انحلال پیدا کرده. درسته؟ خب پس من مولاریته CaF2 رو دارم چنده؟ 2.1 ضرب در 10 به توان منفی 4. حالا میگه این مولاریته رو که دادی چند گرم کلسیم فلورید حالا توی 100 میلی لیتر آب حل میشه. خب من میام گرم کلسیم فلورید رو میخوام به دست بیارم، از 100 میلی لیتر شروع میکنم. 100 میلی لیتر آب، در صورتی که من میدونم مولار دارم. مولار یعنی اینقدر مول در 1 لیتر اون محلولتون یا آب. درسته؟ خب پس اینقدر مول در 1 لیتر به جایی که بنویسم توی 1 لیتر اینقدر مول دارم، چون اینجا میلی لیتر بوده میگم در 1000 میلی لیتر اینقدر مول دارم. حالا شما میتونید یه کار دیگه هم بکنید، با 100 میلی لیتر شروع کنید، بگید 1000 میلی لیتر تازه میشه 1 لیتر. حالا توی 1 لیتر من اینقدر مول دارم. درسته؟ حالا من دیگه یکم جمع و جورتر نوشتم، گفتم شما کاملا آشنایی دارید با این قسمت. پس با 100 میلی لیتر شروع میکنم. حالا میگم به جایی که بگم 1 لیتر H2O اینقدر مول میده طبق مولاریته، میگم 1000 میلی لیتر H2O این مقدار مول CaF2 میده. خب من مول رو نمیخوام، چی میخوام؟ گرم رو میخوام. پس میگم یه مولش هم 78 گرمه. حالا خودتونم اگه حساب کنید، البته من بهتون میدم جرم مولی، مثلا کلسیم 40 هست، حالا فلور 19 است، اینا رو حتما بهتون میدم دیگه. اینجا فراموش کردم که براتون بنویسم دیگه، جرم مولی رو خودم حساب کردم و نوشتم. پس این قدر مول میده، یه مولش هم 78 گرم هست CaF2. پس جواب آخر در میاد 1.6 ضرب در 10 به توان منفی 3. این قسمت ب رو برای این آوردم که حالا بهتون بگم که قبلی مثلا این کار رو انجام میدادیم که هرچی مولار بود به اینا تبدیل میشد. حالا عکسش هم امکان حالا نوشتن هست که من هر مقداری که برای این یون دارم، چون ضریبش یکه و اینم یکه، دقیقا همون مقدار مولاریته رو برای CaF2 هم دارم که این مقدار یعنی حل شده توی آب. بریم سراغ تشکیل رسوب و حاصل ضرب انحلال پذیری. خب ما هرچی در مورد KSP باهاتون صحبت می‌کردیم، کلا در مورد ترکیباتی صحبت می‌کردیم که اولا انحلال پذیریشون خیلی کم تو آب هست، بعد به یه حالت تعادل رسیدن. خب در صورتی که ما یه تعریف دیگه هم داریم به نام حاصل ضرب انحلال پذیری وقتی که هنوز ما به حالت تعادل نرسیدیم. درسته؟ حالا براتون کامل توضیح میدم. پس KSP رو فقط باید بدونید ما موقعی استفاده میکنیم که ترکیباتمون با یونهاشون به تعادل رسیده باشن، یعنی دقیقا سرعت واکنش رفت با سرعت واکنش برگشتمون یکی باشه که من بتونم اون غلظت ها رو بذارم تو KSP به دست بیارم. خب توی فرمول خود KSP ما میتونیم این حاصل ضرب یون ها رو دقیقاً شبیه به KSP به دست بیاریم، اما با غلظت هایی که غلظت تعادلی نیستند. در اون حالت بهش میگیم حاصل ضرب یونی. یه بار دیگه میگم، پس من اگه بخوام این واژه KSP رو
به اون حاصل ضرب انحلال پذیری نسبت بدم، باید زمانی باشه که حتما اون غلظت های تعادلی باشه. مثلا میخوام بگم آجی CL میداد آجی مثبت به اضافه CL منفی، این آجی مثبت و CL منفی که توی فرمول KSP قرار میگیرن حتما باید غلظت های تعادلی باشن. خب اما قبل از اینکه به تعادل برسم یا وقتی که از تعادل گذشتم یا هر اتفاق دیگه‌ای، میتونم دقیقاً همون حاصل ضربا رو بنویسم اما اسمشو KSP نذارم، اسمشو بذارم حاصل ضرب یونی و این به من نشون میده که الان من به KSP دارم نزدیک میشم یا نه به KSP نزدیک نمیشم. چون شما میدونید چون جدول KSP ها رو دارید توی 25 درجه سانتیگراد، یعنی همین الان سرچ کنید شما جدول KSP برای موارد مختلفی که حالا مواد کم محلول توی آب هستن KSP رو بهتون میدن، یه عدد ثابتی است. اما حاصل ضرب یونی رو شما خودتون به دست میارید و بعد این حاصل ضرب یونی رو میاد با KSP مقایسه میکنید، 3 حالت به وجود میاد. حالا من میخونم از رو متنی که نوشتم براتون. KSP برای محلول سیر شده در نظر گرفته می شود. می توان برای هر یونی از حل شدن یک جامد حاصل ضرب انحلال پذیری در نظر گرفت و آن را با KSP مقایسه کرد. اینجا که نوشتم منظورم حاصل ضرب یونی هست، نه حاصل ضرب انحلال پذیری. لطف کنید شما این انحلال پذیری رو با یونی عوض کنید، حالا چون اینجا نوشته بودم اشتباها اینجوری شد. پس می توان برای هر یونی از حل شدن یک جامد حاصل ضرب یونی در نظر گرفت و بعد اون رو با KSP مقایسه کرد. درسته؟ خب میگه 3 حالت به وجود میاد. شما حاصل ضرب یونیتون وقتی کمتر از KSP یعنی چی؟ اگه حاصل ضرب یونی بیشتر از KSP باشه یعنی چی؟ و اگه برابر باشه ما باید چیکار کنیم؟ خب اگه حاصل ضرب یونی که به دست آوردید کمتر از KSP بود، به این محلول میگن سیر نشده. جامد اضافی میتواند تا حدی که KSP تعیین میکند در آن محلول حل شود. پس حاصل ضرب یونی اگه کمتر از KSP بود، تازه ما میتونیم هنوز بیشتر اون ماده رو حل کنیم توی آب. خب اگه حاصل ضرب یونی بیشتر از KSP بود چی؟ خب این محلول موقتاً ابر سیر شده است یا فوق سیر شده رو که خوندید. تشکیل رسوب تا زمانی که حاصل ضرب یونی با KSP برابر KSP شود صورت میگیرد. پس من وقتی که حاصل ضرب یونی که به دست میارم بیشتر از KSP باشه، تازه چه اتفاقی میفته؟ تازه ما رسوب داریم، میگیم ما باید به KSP برسیم. الان حاصل ضرب ما یعنی بیشتر حل شده، بیشتر به یون تبدیل شده، پس ما یه حالت فوق سیر شده داریم، پس باید یه مقداری رو تبدیل بشه به چی؟ به رسوب تبدیل بشه تا دقیقاً حاصل ضرب یونی با KSP برابر بشه. خب مورد سوم ممکنه حاصل ضرب یونی که به دست میاریم دقیقاً برابر KSP باشه. این دیگه هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه، این محلول سیر شده است. پس حاصل ضرب یونی وقتی با KSP برابر باشه یعنی محلولتون سیر شده است، نه رسوب ایجاد میشه و نه مقدار بیشتری توش حل میشه. خب بریم در مورد سوال حل کنیم. خب یه مثال زده براتون. گفته چنانچه 10 میلی لیتر AgNO3 با غلظت 1/100 مولار را با 10 میلی لیتر NaCl با غلظت 1/10,000 مولار مخلوط کنیم، آیا رسوبی تشکیل می شود؟ فرض کنید حجم نهایی محلول 20 میلی لیتر باشد. خب وقتی که از شما میپرسد آیا رسوبی تشکیل میشه، یعنی که حاصل ضرب یونی به دست بیار، با KSP مقایسه کن، ببین کمتره یا بیشتره، طبق مثلا اسلاید قبلی عمل کن. درسته؟ خب ما بریم اولین کاری که میکنیم ببینیم چی با چی مخلوط شده، مولاریته های درستش رو به دست بیاریم و بعد حالا بریم ببینیم رسوب تشکیل میشه یا تشکیل نمیشه. خب اینجا KSP AgCl هم به داده 1.7 ضرب در 10 به توان منفی 10. پس من اینو نگه میدارم، خودم حاصل ضرب یونی به دست میارم، بعد با این KSP مقایسه میکنم. خب ببینید من AgCl رو لازم دارم، در صورتی که چی بهم داده؟ AgNO3 داده و NaCl. وقتی دو تا محلول بهتون میده، احتمالاً از مخلوط کردن این دوتا میخواد به اون ماده هدفش برسه. پس من اولین کاری که میکنم میام این دوتا ماده رو تفکیک میکنم، میگم AgNO3 یه نمکه. خب
خب نمکی است که کامل حل میشه توی آب، درسته؟ نیترات ها کامل تو آب حل میشن. میدونید از کجا میدونم حل میشن؟ چون نگفته KSP AgNO3 رو بگید. اگه گفته بود KSP AgNO3 به عنوان مثال، پس من میفهمیدم AgNO3 هم در حال تعادله حتما، چون KSP براش بیان کرده. اما وقتی اینجا KSP رو فقط مربوط به AgCl میگه، حتما این دوتا ترکیب یا نمکی که بهتون داده کامل تو آب حل میشه و بعد AgCl از تو دل اینا به وجود میاد و اون تازه زیاد توی آب حل نمیشه، درسته؟ پس من میدونم AgNO3 چیه؟ یه نمکیه، الکترولیت قویه، خیلی راحت تبدیل میشه به Ag مثبت و NO3 منفی. فلشش هم نگاه کنید یک طرفه کشیدن. پس AgNO3 تبدیل میشه به Ag مثبت به اضافه NO3 منفی. خب حالا اگه گفته 1/100 مولار AgNO3 دارم، خب این ضریبشه که اینم ضریبشه، که انگاری که گفته 1/100 مولار اینو دارم، 1/100 مولار اینم دارم، درسته؟ خب نگاه کنید، من از اینجا Ag میخوام، از این NaCl Cl میخوام. پس من غلظت Ag و غلظت Cl ما که داشته باشم، دیگه همون AgCl'i که خودم میخوام به دست میاد. خب الان اینجا یه مشکلی هست، من نمیتونم بگم 1/100 مولار آجی دارم. چرا؟ چون نگاه کن اینجا گفته 10 میلی لیتر AgNO3 و بعد گفته فرض کنید حجم نهایی محلول 20 باشه، چون 10 میلی لیتر از این 10 میلی لیتر از این با هم مخلوط شده 20. وقتی که من میلی لیتر رو تغییر میدم، مولاریته هام هم تغییر میکنه. پس باید بیایم اولین کاری که میکنم بیام M1V1 برابر است با M2V2 بنویسم. شاید توی آزمایشگاه با این فرمول آشنا شده باشید. این فرمول میشه فرمول رقیق سازی، یعنی زمانی که مثل همین حالت یه مولاریته خاصی دارید، بعد میاد آب زیادتری اضافه میکنید، خب این مولاریتش کمتر میشه دیگه، درسته؟ خب به این روش به دستش میارن. M1V1 برابر است با M2. من برای Ag مثبت این کارو دارم انجام میدم. خب میگم اگه مولاریتم 1/100 باشه، این 1/100 بچه‌ها، حالا شاید صفرش خوب مشخص نباشه، مولاریته من 1/100 بوده، چند میلی لیتر ازش داشتم؟ 10 میلی لیتر. خب الان که 20 میلی لیتر دارم، مولاریتم چند میشه؟ به همین سادگی، درسته؟ پس یه تساوی M1V1 برابر است با M2V2 اگه من بنویسم برای رقیق سازی، این مشکلم که میگه حجم نهایی 20 شده دیگه رفت میشه. پس اینو که نوشتم، یه بار دیگه میگم 1/100 مولار بوده وقتی که 10 میلی لیتر من آجی حالا داشتم، AgNO3 داشتم. اما الان که شده 20 میلی لیتر، مولاریته من چنده؟ میخوام مولاریته دقیق که Ag مثبت رو در بیارم. خب مولاریتش میشه طرف معلوم تقسیم بر ضریب مجهول که جواب آخر میشه 5 ضرب در 10 به توان منفی 3 مولار. پس Ag مثبت من اینه جواب مولارش، درسته؟ خب حالا برم سراغ NaCl. NaCl هم یه نمکی مثل AgNO3 کامل تبدیل میشه به یونهاش، میشه Na مثبت به اضافه Cl منفی. خب گفته 1/10000 داری، پس اینا هم که 1/10000 به وجود میاد، اما دوباره مثل همون حالت قبلی این توی 10 میلی لیتر، در صورتی که من باید توی 20 میلی لیتر به دستش بیارم. دوباره M1V1 می نویسم برابر با M2V2. M1 هم اگه 1/10000 بوده، 10 میلی لیتر ازش داشتم، الان که 20 میلی لیتر دارم، M هم چنده؟ اینم برای چی نوشتم؟ Cl منفی. خب M2 میدهد طرف معلوم تقسیم بر ضریب مجهول، جوابش در میاد 5 ضرب در 10 به توان منفی 5 مولار. این میشه چی؟ میشه غلظت Cl منفی. پس غلظت Ag مثبت و Cl منفی من در اومد. خب نگاه کنید دقیقاً این دو تا مقدار در اومد، اما این دو تا مقدار غلظت‌های تعادلی نیستند، چون از شما پرسیده آیا رسوبی تشکیل میشه. اینا رو اگه در هم ضرب کنیم دقیقاً این همون KSP فرمولشه، اما اسمشو نمیذاریم KSP، بهش میگه حاصل ضرب یونی. حاصل ضرب یونی الان توی اسلاید بعدی نوشتم براتون، میخوام اینجا اول توضیحشو بدم. پس حاصل ضرب یونی میشه Ag مثبت در Cl منفی. دقیقاً این دو تا عدد توش میذارم و مقدار حاصل ضرب یونی رو به دست میارم، هر چی به دست اومد با KSP مقایسه میکنم. پس حاصل ضرب یونی رو دقیقاً از رو فرمول به دست میارم، مثل KSP که از رو فرمول به دست آوردم.
میشه آجی مثبت در CL منفی. بچه حاصل ضرب یونی چیز خاصی نیست، همون KSP، فقط اسمش رو نمی‌نویسم KSP. چرا؟ چون زمان این حاصل ضرب یونی اسمش میشه KSP که اینا غلظت‌های تعادلی باشن. وقتی غلظت تعادلی نباشن بهش میگیم حاصل ضرب یونی، تازه میتونیم با KSP مقایسهش کنیم. خب حاصل ضرب یونی میشه غلظت آجی مثبت در CL منفی. خب دوتاشو به دست آورده بودم، حاصل ضرب یونی جای آجی مثبت میذارم 5 ضرب در 10 به توان منفی 3، ضرب در جای CL منفی هم عددش رو میذارم که به دست آوردم، جوابش میشه 2.5 ضرب در 10 به توان منفی 7. پس حاصل ضرب یونی شما تازه میشه 2.5 ضرب در 10 به توان منفی 7. KSP رو دوباره از اون صفحه آوردم اینجا نوشتم. KSP رو خود صورت سوال بهتون داده 1.7 ضرب در 10 به توان منفی 10. این منفی 10، این تازه چیه؟ منفی 7. کدوم بزرگتره؟ حاصل ضرب یونی. پس حاصل ضرب یونی شما بزرگتر از KSP. همونطور که توی اون اسلاید گفتیم، از آنجا که حاصل ضرب یونی بیشتر از KSP، پس رسوب تشکیل میشه. همون 3 موردی بود که گفتم خدمتتون، میگفتیم حاصل ضرب یونی رو به دست میاریم، با KSP مقایسه میکنیم. اگه حاصل ضرب یونی از KSP بیشتر بود، تازه این ابر سیر شده است، فوق سیر شده است، رسوب میکنه. خب اما اگه حاصل ضرب یونیتون کمتر از KSP بود، نه تنها رسوب تشکیل نمیشه، بلکه مقداری از رسوباتون تازه چی میشه؟ حل میشه. درسته؟ و اون مورد سوم هم که هیچی، فقط KSP با حاصل ضرب یونی با هم دیگه برابر بودن، یعنی هیچ اتفاقی نمیفته و این خودش غلظت‌های تعادلی هستند. خب یه نمونه سوال حل کردیم، برای این جلسه کافی هست. حالا جلسات بعد نمونه سوال دیگه هم ان شاءالله تو این قسمت حل میکنیم. تا جلسه آینده، خدا نگهدارتون.